با پسرم رفتم باقرش، گفت بابا، گفتم جان، گفت چرا مردم به جای حیونا بتونه. خب تعجب کردن دیگه، میگن اونا چرا داخل قفسن ولی این یکی بیرونه. این که به مراتب موجود خطرناکتری هم هست. حاج آقا بهتره به بچه دروغ نگی، به هر حال یه روز بزرگ میشه حقیقت رو میفهمه. حالا خود دانی دیگه. من میزنم دکامو بده به من میزنم، من میزنم دکامو بده من میزنم، سیگارتو بده رفیق دکام من میزنم، سیگارتو بده به من رفیق دکامم. سلام حاج آقا. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهران. همانطور که مستحضر هستید برای بنده شرط استخدام حیا، علم و معلوماته. برای همین نفر یک سوال از شما میپرسم تا ببینم کدومتون درست جواب میده که انشالله همکار ما بشه. شما بفرمایید که جمعیت ایران چند نفره؟ تا 70 میلیون. احسن بی معلومات. خب حالا شما خواهران لطفاً اسامی این 70 میلیون نفر رو به ترتیب حروف الفبا ذکر بفرمایید. ایران صدای